ما در این مقاله در ارتباط با پیشرفت سریع با هوش مصنوعی برای ارزیابی و ارزشیابی الکترونیکی در شیمی صحبت خواهیم کرد. کد مقاله مشخص هست. حالا در مراجع هم به گواهینامه ها و مدارک مختلف به هر حال احرازی سرعت الکترونیکی اون اشاره خواهد شد و حالا در های آتی هم در سیبیلی کنم میشه و مقاله به طور تمام متن در دست هست. ما اشاره فقط به بخش مختلف مقاله خواهیم داشت. اسلاید هم موجود هست و امیدواریم که بتونید از این مقاله استفاده یا کار لازم رو داشته باشید. خلاصه حال مختلفی برای این مقاله وجود کار در مورد آموزش عالی هست، در مورد تکالیف و رشته شیمی هست، در مورد مدل های زبانی های بزرگ که مدل های سنتی آموزش عالی را به چالش کشیدن. به هر حال استفاده از ابزارها رو برای نوشتن، تحقیق و بازیابی به هر حال میشه گفت که از این ابزارها در استفاده میشه و کاربردهای مختلفی هست. ما سعی کردیم خیلی خلاصه با اون استفاده کنیم که بخش مختلفی از مقاله رو پررنگ کنیم که دستورالعمل‌های زیادی برای استفاده از مدل‌ها استفاده شده، مخصوصا برای کمک به نگارش علمی. در علاوه که از کاربردهایی که در ابزار هوش مصنوعی مفید می‌بینن دانشجوها برای نوشتن هست و اونها کمک میکنه. مدل‌های زبانی بزرگ LLM، مدل زبانی بزرگ تحت عنوان نگارش علمی، حالا در واقع دستورالعمل‌ها برای برنامه‌ها به هر حال ابلاغ شده. انتظاراتی که هست که اون تربیت بشن، به وضوح باشه، مختصر باشه، با سبک علمی و مناسب بنویسن. اساتید از رویکردهای مختلف برای آموزش نگارش استفاده میکنن. یک نمونه هم بررسی همتا هست. مراجع مختلف تحقیق کردن در مورد نموده‌های مشخصات. یک تحقیق دیگه اینجا منظور شده آموزش گام به گام در نوشتن بخش های مختلف. در یک مطالعه دیگه مورد بررسی قرار گرفته و میتونید از اون استفاده کنید. خروجی های هوش مصنوعی عنوان نقطه شروع برای مقاله هستن. بحث های کلاسی در یک مطالعه دیگه به اجمال بررسی شده. امتحانات، تمرین های تفکر انتقادی که میشه گفت که از مطالب بسیار فراگیر اما اون ابزاری برای یادگیری ساختار گزارش آزمایشگاه است. ما در مورد اساتید احساس میکنن که تکلیف زمانی بهتر نتیجه که ابداع بازخوردهای متفاوت استفاده بشه. بازنویسی ها هست، گزارش های مختلف، بهتر رقم بزنن در زمینه هوش مصنوعی چه زمانی متن تولید شده حاوی نادرستی یا سوگیری هست و بیشترین احتمال برای زمانی حالا چگونه خواهد بود، برای نتایج روش ها، نتیجه ها، بحث ها مفید خواهند بود یا نه، تغییر قابل توجه مشاهده شده یا خیر. یکی از اهداف حالا کمک به دانشجویان برای تفکر انتقادی هست. به ویژه برای نوشتن گزارش های آزمایشگاهی پیشرفت بسیار اهداف است با استفاده از مطالب مختلف. خلاصه از بازنگری ها هست برای آزمایشگاه بیوشیمی. به هر حال میشه گفت که بررسی قرار گرفته رو اصل مختلفی بیوشیمی و شیمی عالی، ولی در این تحقیق استفاده نشده. بیوشیمی و شاخه‌های دیگه ای از شیمی بررسی قرار گرفته شده که نمونه رایج را برجسته شده و به صورت خلاصه بیان شده. اهداف مختلفی در آزمایشگاه بیوشیمی، حالا ما یه مقداری در مورد شیمی معدنی، بیوشیمی و مطالب مختلف بررسی‌های حالا برای دروس معدنی استفاده از ساختار تکالیف نوشتاری شده که جستجوی اطلاعات پیش زمینه بودن. روش‌هایی برای پیشنهادهای آزمایشگاهی به اونها کمک کنه در این راستا، برای معرفی، یادآوری و فراخوانی به هر حال اطلاعات پیش زمینه در مورد هوش مصنوعی مولد چگونه است. و در این مقالات به هر حال میشه که روش‌های استفاده رو نام برده شده، توضیح داده شده که متخصصان در مورد بهترین شیوه‌های استفاده، نحوه تاییدش های توافق دارن یا نه. و در مورد شیمی عمومی، دروس تحلیلی و معدنی صحبت شده. تکالیف ها را برای تقویت شده با هوش مصنوعی شده. مثلا شما پیش‌نویس بخش مقدمه خودشون رو ارائه میدن، استاد ما با جمله‌ای که این متن اصلاح کنن، ارسال کنن. دو بخش مقدمه اصلی تولید شده، به هر حال نمرات به هر مقدمه های مختلفی هست. نظراتشون در مورد مقدمه های مختلف صحبت شده. کدام یک حالا توسط هوش مصنوعی اصلاح شده، چرا چنین فکر میکنن و تکالیف ها تکمیل کردن. نمرات و استدلال ها را بررسی شده. ویژگی های مختلف بررسی شده. معمولا خروجی ها، ساختار جملات و انتخاب کلمات پیچیده‌تر و منطقی متغیر نسبت به متون انسانی بررسی شده. ساختار جمله، انتخاب کلمات پیچیده‌تر و متغیرتر نسبت به متون انسانی. کم میسازی ها صحبت شده با استفاده متغیر چون پیچیدگی اساس تشخیص هوش مصنوعی بررسی شده و نمودار ویژه برای تجسم تغییرات. تعداد کلمات طولانی تر حتی روی تعداد اون حرف شده از 6 حرف در هر 100 کلمه. تعداد جملات در هر 100 کلمه. ارتباط اونها بر تخمین سطح نمره یک نوشته
ویرایش مقدمه ها به خانایی فرمول ها و استفاده تحقیقات مختلفی هم حالا استفاده شده، نامگذاری شده که یک مقدمه واحد و به هر حال مطالب مختلفی که از میانگین ها هست و تأثیراتی که بر طول جمله داره که حالا من گفتم در مورد نگارش علمی صحبت میکنیم، همگنسانیزی قبل از باز برخی از مقدمات در جملات طولانی تر یا کوتاه‌تر نمود شدن. حالا به هر حال بازبینی های 4-5 جمله در هر 100 کلمه، سطح نمره یا سطح حرفه‌ای نوشتار افزایش یافته یا نه. نمونه حاشیه نویسی هم حتی نمونه نمایشی از ویرایش متن به هر حال اطلاعات تکمیلی، خطاهای دستوری مفید بودن برای پاسخ استفاده شده و معیار ارزیابی ها چقدر برای منظور چقدر خوب کار کرده، آیا خروجی درست بودن، چقدر از برای منظور استفاده دستورالعملها به خوبی نوشته شدن، نیاز به تکرار مداوم، چقدر پاسخها درستی تفسیر کردن، تو بندی ها به چه صورتی بوده و از این مباحث استفاده شد. چقدر نمونه های نادر، ویرایش های نادرست، برخلاف افعال رایج رو به افعال کم رایج تر و حرفه‌ای تر تغییر داده و اوقات صفات اضافه کرده، تمایل به شکستن جملات طولانی داشته و پیچیده یا خیر. به هر حال اینا به هر حال یک گمان زنی ها و بررسی ها هست. تغییر با یافته های گزارش شده توسط سایر محققان البته سازگاری داشته که من میتونید مراجعه کنید. سوال در مورد مفید بودنش بوده، بحث های متفاوتی، چقدر مفیده، خروجی ها درسته، چقدر به هر حال مؤثر هست، آیا دستورالعمل ها خوب نوشته شده، یا در صورت نیاز به تکرار، آیا در صورتی که نیاز باشه به طور مداوم اونها رو تکرار کنیم آیا قابلیت وجود داره یا خیر و چقدر اونها مفید دیدن، چگونه بوده در نظرتون اونها، چگونه زبان را تمیز قرار دادن، دستور زبان بهبود یافته، یعنی نوشته های اونها چقدر حرفه‌ای تر شده، نتایج مشابه نرم افزارها چجوری بوده. گاهی اوقات میتونه مفید باشه، نه آیا واقعا فقط چند کلمه تغییر داده یا پاراگراف ها تقسیم شده، یافته بارها رو به دوره به گزارش قبلی هم البته مطابقت داشته یا مطالعات زیادی انجام شده بودیم من و اونایی که استفاده کردن به هر حال به چه نتایجی رسیدن، آیا احساس میکنن کار خیلی خوبیه، یا به طور مستقیم ازش بهره بردن، از ایده ها سود بردن، منابع برای پشتیبانیش یافتن یا خیر. متن خوب نوشتن به چه صورتی بوده، اصلاحات یا آموزش های بیشتری در مورد اخلاق و استانداردهای یا مورد نیاز هست یا نه. در پایان دفع اصلی ها را چگونه بوده، آیا فقدان جزئیات داشته یا نه، نیمی از چکیده ها در بالاترین سطح بلکه کاملی از مفاهیم ارائه شده یا نه، امتیازدهی به چه صورتی بوده و سطح امتیازبندی در مورد مؤثر بودن در انتقال چکیده، حالا چجوری بوده، به چه شکلی بوده. واحدهای که هم انسان و هم هوش مصنوعی، عدم قطعیت، چگیده های نوشتاری به هر حال مورد بررسی قرار گرفته. بزرگترین نقاط قوت چکیده ها، کیفیت نگارش، نه واضح بوده نه خطاهای دستوری کمتر بوده یا خیر. مقایسه های مختلفی صورت گرفته، مختصر و به هر حال از زمین های مختلف هم بررسی شده، یا زمین معلوم اول شخص بوده، کدوم مورد نیاز هست، به طور مداوم از زمان گذشته بهره برده یا خیر. آیا باید هدف آزمایشگاه موثرتر باشه یا نه. به هر حال استفاده های متفاوتی شده، بهبود سبک نوشتاری، محتوای چکیده ها انتقادی بودن یا نه، اضافه شدن پیشنهادات ارتباطات برای بهبود جریان، چکیده باید به صورت سوم شخصی با صدای مجهول نوشته بشه یا خیر، رایج‌ترین پیشنهادهای محتوایی چگونه یا باید شامل داده ها و خاص باشه یا نه، نقاط ضعف و قوت، تطابقش، باز چکیده میگم برای تولید محتوای سفارشی به چه صورتی بوده، کامل یا نه، یافتن و توضیح نقص ها به هر حال اینا مورد بررسی قرار گرفته و به هر حال داده ها و روش شناسی ها رو به هر حال بررسی کردیم. حتی خود مطالعه صفحه از روش شناسی که بوده، دیدگاه ها و به هر حال میشه گفت که دانش به چه صورتی بوده یا برای کارهای آتی. و در پایان هم ما حالا به طور مختصر به پژوهش هایی که در این حال پژوهش های اخیر سیر تاریخی تازه چاپ شده هست و موازی و روند رو به رشد داشته رو ما در یک صفحه رو به نمایش گذاشتیم و در صفحات بعدی هم که با منابع و مراجع بعد فزدگی و آبستگی به اونها میپردازیم. 1 تا به هر حال 5 در این صفحه است، 6 تا 9 در این صفحه به نمایش گذاشته شده، 10 تا 16، 16 تا 19، 20 تا 24 پژوهش هایی که سیر تکاملی داشتن در این راستا، 25 تا 30، 31 تا 34 که حالا در این همین صفحه 31 همین مقاله حاضر رو مشاهده میکنیم، پیشرفت سریع با هوش مصنوعی که شماره 31 اون کار 31 ما هست در این راستای کار پژوهشی و کار آخر تا الان 35 هست که
بهار سیر منشور بود. البته مقاله بهار در دسترس خواهد بود، در نمایش میشه دسترسی بدید، با تمام متن میتونید از اون استفاده داشته باشید. خیلی ممنون و از شما بابت توجهی که داشتید سپاسگزاری میشه و قدردانی میشه.